روزی پرزیدنت. این روز ارجگذاری به زحمت‌های پیشوای ملت در تامین صلح و ثبات، وحدت ملی و استقلالیت کشور میباشد. پیشوای ملت با تلاش‌های پیوسته و سیاست‌های عاقلانه تاجیکستان عزیزمان را در سمت پیشرفت، مستحکم شوی پایه‌های دولتداری ملی و رشد استوار راهنمایی می‌کنند. با شرافت کارنمایی‌ها و ابتکارات پیشوای ملت، امروز هر یک شهروند کشور در فضای صلح و آرامی و آسوده زندگی میکند و امکانیت رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آورده شده است. و همین طور همساله در سراسر جمهوری تاجیکستان 16 نوامبر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جشن گرفته می شود. موافق نقشه چاره‌بینی های مؤسسه دولتی لیسه شهری پنجکند، چاره‌بینی فرهنگی بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. چاره‌بینی را دیرکتور مؤسسه دولتی لیسه شهری پنجکند، دکتر فنهای فیلولوژی پروفسور جاوید خالوف حسنی آغاز بخشید و اوید به پهلوهای گوناگون فعالیت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از کارنمایی‌های ایشان معلومات داد. قید نمود که امروز ما با افتخار می توانیم اظهار داریم که پیشوای ملت همچون کفیل وحدت و امنیت و راهنمای راه پیشرفت همیشه در فکر آبادی هر یک گوشه کشور و بهبودی زندگی مردم است. روز پرزیدنت همچون زمانی می باشد که ما به خدمت‌های پیشوای ملت ارج می‌گذاریم و با یکدلی برای تطبیق هدف‌های استراتژی دولتمان، تامین امنیت آذوقه‌واری، صنعت‌کنی با سرعت، آبادی کشور و بالا بردن سطح زندگی مردم، دانش و ذکاوت خوانندگان سعی و تلاش می‌کنیم و در پرتو راهنمایی پیشوای ملت و همراهی مردم تاجیکستان ما اطمینان داریم که وطن عزیزمان به دستاوردهای بزرگ نو خواهد رسید. سپس فیلم مستند اوید به فعالیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشنهادی حاضرین گردید. پس از تماشای فیلم مستند بعداً در اساس سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و از جانب پیشوای ملت تشکیل و سرپرستی گردیدن آزمون‌های گوناگون از قبیل فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من غالبان آزمون‌های مذکور و آموزگاران قدردانی گردیدند. ذکر گردید که سمیه رستم و خواننده صنف 5 که در دور نهایی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است جای سوم را اشغال نموده است. زلفیه امانقلووا خواننده صنف 11 که در دور جمهوری آزمون تاجیکستان وطن عزیز من جای سوم را اشغال نمود و با افتخارنامه و تحفه پولی به مقدار 1000 سامانی قدردانی گردیدند. قاسموف محمد جان خواننده صنف 11 که در دور نهایی آزمون علم فروغ معرفت سزاوار جای یکم گردید با افتخارنامه و 1500 سامانی مبلغ پولی مکافاتانیده شد. همچنین آموزگار فنی فیزیکا گدای و جمیله که شاگردانش قاسموف محمد جان مشهور عالمی، امانقلووا زلفیه و خالقووا صبحیه در دور 4 آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک نموده غالب آمدند با افتخارنامه و 2500 سامانی مبلغ پولی قدردانی گردید. بعد قدردانی غالبان برنامه فرهنگی خوانندگان مؤسسه که از شعر و سرود در وصف پرزیدنت، پیشوا، وطن، تاجیکستان عبارت بود پیشکش حاضرین گردید. ما در عرفه جشن‌های زیادی قرار داریم و یکی از مهمترین آنها روز 16 نوامبر که همه شما می‌دانید جشنی است که در آن دولت تاجیکستان استقلالیت خود را باز هم عمیق‌تر کرد در سطح جهانی و این جشن است که تاجیکستان صاحب رهبری خودش گردید و می‌دانید که در اجلاسی 16 نوامبر سال 1992 رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب کردید. برای همه شما طلبگان و معلمای محترم موفقیت میخواهم، بردباری میخواهم و روزی پرزیدنت کشور که تجلیل شده است
زندگی داشته باشیم و در جاده تعلیم و تربیه نسل نورز هم سرمایه‌گذار باشیم و اون نفرهایی که ما امروز تعلیم و تربیه می‌دهیم آینده در جامعه خدمت شایسته داشته باشند و علمبردار یا که پرچمبرداری به واسطه مردمی با هنرمند شریف شهر پنجگی و تاجیکستان باشد. موفق باشید. خالق و صبحیه، خواننده صنف ده، غالب آزمون این فروغ معرفت از روی نمینت فیزیکا و استرونومیا، سزاوار جای افتخاری، 2 کرات گیرنده استیپندیای پرزیدنتی. مبارک باشد. غالب آزمون این فروغ معرفت از روی نمینت فیزیکا و استرونومیا، سزاوار جای افتخاری، 2 کرات گیرنده استیپندیای پرزیدنتی. رستم و سمیه، خواننده صنف 4، سزاوار جای 3 در آزمون فروغ دانایی کتاب است از روی نمینت ادبیات بچگانه. مبارک باشد. امانپور و زلفیه، خواننده صنف 11، سزاوار جای 3 در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من از روی نمینت سرودهای استرادی، سزاوار جای افتخاری در آزمون این فروغ معرفت از روی نمینت فیزیکا و استرونومیا، گیرنده استیپندیای پرزیدنتی. مبارک شود. قاسم محمد جان، خواننده صنف 10، سزاوار جای اول در آزمون این فروغ معرفت از روی نمینت فیزیکا و استرونومیا. مبارک باشد. بکردی از سر نو کشور آباد، همه احسن همه خواب تقسیم با آن فرزانه مادر که تو رازاد. خدا خندی بر رویت امان باش، سرافراز آدم روی جهان باش. مگر زینهار روز پیر گشتم، همیشه پیشوای تاجیکان باش. در تاریخ نوید خلق تاجیک، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان شخصیت است که نه تنها در تشکل تحول تاریخ دولتداری صاحب استقلال تاجیک و هستی امروز و فردای تاجیکستان، بلکه احیا نمودن پدیده‌های نیکوپسندیده و هستی امروز و فردای تاجیکستان خدمت‌های ارزنده کردند. پرنور و شهچراغی ای رهنمای ملت،
رهجوی بخت خلقی، ای رهکشای ملت، داستان صلح و وحدت با خون دل نوشتی، از خشت جسم و جانت کردی بنای ملت. کم سرور به عالم با چاره فراهم، بردی برای دنیا نور و صفای ملت. از صافیت سیاست بنموده ترک علت، با صدق می نماید خدمت برای ملت. اینک چنان گندم هستی عزیز مردم، چون مردمت درخشید در دیده های ملت. شد پیش راه مردم و از تو سوی دولت، پیش رهی تو واباد ای پیشوای ملت. پی حفظ وطن از خواب ماندی، گه از دیده جای عشق راندی، و صد عزم و تلاش و زحمتی بیش وطن را بر ره وحدت رساندی. تجلیل روز پرزیدنت کشور برای همه ما تاجیک و تاجیکستانیان مایه افتخار است، زیرا محض با نظرداشت سهم ارزنده و بی‌واسطه سرور دولت محترم امام علی رحمان در تشکل دولت نوین کشور، احیای دولت ملی، تأمین صلح و وحدت و بلند برداشتن نفوذ و اعتبار تاجیکستان در عرصه بین المللی قید کرده می شود. روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فرخنده باد. جوانی را فدا کردم دیارم تا جوان باشد، گذشتم بارها از جان که جانش در امان باشد. چو از هر جانب سوی وطن بادی خزان آمد، بهارم را سپر کردم که امین از خزان باشد. من از این سرزمین تیر و کمان را دور بنمودم که اندر آسمانش پرجلا تیر و کمان باشد. قسم با شیر مادر خورده ام در نزد خلق خویش، که بخت و راه عمرش همچو شیر مادران باشد. دل و روی سفیدم را به دنیا پیشکش کردم که ملک کوچکم در چشم دنیا بیکران باشد. به منبرهای بالای جهان بردم زبانم را که خلق خوش زبانم با جهان همزبان باشد. کنم تاج سر دنیا دلارا تاجیکستان را، ز تخت و تاج این دنیا همینم آرمان باشد. تاجیکستان وطنم، راحتی صد چمنم، گر رود جان زی تنم، من زی تو دل نکنم. تاجیکستان وطنم، راحتی صد چمنم، گر رود جان زی تنم، من زی تو دل نکنم.
چشمانی منی شکر احسان خدا سر و سامانی منی شهرت و شانی منی نوری چشمانی منی شکر احسان خدا سر و سامانی منی تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم تو شانی منی نوری چشمانی منی شکر احسان خدا سر و سامانی منی شهرت و شانی منی نوری چشمانی منی شکر احسان خدا سر و سامانی منی تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم تاجیکستان وطنم راحتی صد چمنم گر رود جان زی تنم من زی تو دیل نکنم وطنم ای وطنم وطن از نام تو آغاز گردد تو تنها تاجیکستان آفریدی پرستانی خدا و جان فدایی تو خط سرنوشتش را کشیدی ببین تاریخ 100 عصره گواه است برای تاجیکستان پیشوایی اگر از دید انسانی بگیره برای کل انسان پیشوایی تمام شهروندان را به حرفت غیور و آگاه و بیدار کردی رفت دیدی تو را با آب دیدم وطن را پرزی آبنبار کردی کتاب فضلهایت را بخوانه مرادف بر همه نایاب‌های ورقهای نوی شاهنامه گفتن دوام رستم و سهراب‌های چراغ روشنی این سرزمینی به این ملت سپردی خط میلاد به این ملت تو را اصلا خدا داد خدا دادی خدا دادی خدا داد می سازم من از پیکار و از نام شما خوش بود بر من به هر ساعت هر اقدام شما سوی گردون می رود نور محبت با شتاب می تراود نور نو هر لحظه از بام شما پر بود از باده صلح و امانی تا ابد افتخار ملت من ساغر و جام شما
راه ابریشم ما را میبرد بر راه دور. خوشترین دور است در تاریخ ایام شما. کعبه جان را زیارت کرده اید و میکنید، آورد بخت سفیدم رنگ احرام شما. از پیام گرمتان دلهای ما آید به جوش، میرسد بحر همه یک عمر انعام شما. افتخار از نامتان، افتخار از نامتان شاهانه دارد تا ابد. مادر ملت برای ماستند مام شما. یکدیدی و وحدت را به بار آورد. جانبازی با از خود گذشتنها و تلاش‌های شبانه روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشور امامعلی رحمان بود که امروز ما خوانندگان در محیط آرام و آسوده به تعلیم و تدریس و دانش اندازی مشغولیم. محض با شرافت سیاست خیرتمندانه و معارف پرورانه پیشوای ملت برای دریافت و رشد استعدادها آزمون‌های سطح جمهوریوی
فروغ صبح دانایی کتاب است. این فروغ معرفت. تاجیکستان وطنی عزیز من تشکیل و گذرانیده شده در سطح ناحیه، ولایت و جمهوری جنبست و قدردانی کرده می شود. آزمونی جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد. آزمون با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تکمیل نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نوی سخنوری و سخندانی، ارج نمودن بر ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تکمیل نیروی ذهنی، تکمیل‌های جهان معنوی میان اهالی کشور دیگر می‌گردد. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من با مقصد دریافت استعدادهای نو در ساحه صنعت موسیقی و سرایندگی، تصویری و دیزاین، بلند برداشتن زبانشناسی، معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک که انعکاس کننده فرهنگ امروزه و گذشته ملت تاجیک را تجسم نماید گذرانیده می شود. آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت تحت سرپرستی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برگزار گردیده. مقصد بروز تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، پیوند علم با استحصالات، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان به این سمت‌ها می‌باشد. ای دشوار قریبم و پیش از تو کشوریمم، همیشه در لب ما یک دعا هست که باشی سایبان برتریمم. همیشه در لب ما یک دعا هست که باشی سایبان برتریمم. تو را ما از دل و جان دوست داریم، روشن تاجیکستان دوست داریم، تاجیکستان دوست داریم. زیغ ما را ایاها می رهاندی، دیدامی فرد و بعد می رهاندی، وطن را نسلی تهدید میکرد، ملت را زینا تو می رهاندی، وطن را نسلی تهدید میکرد، ملت را زینا تو می رهاندی. تو را ما از دل و جان دوست داریم، را چون تاجیکستان دوست داریم، تاجیکستان دوست داریم.
مشهور جهان کردی وطن را تو مشهور جهان کردی وطن را تو را ما دل و جان دوست داریم چون تاجیکستان دوست داریم تو را ما دل و جان دوست داریم چون تاجیکستان دوست داریم